پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید در حدیث مبارک: ای امت، من در بین شما دو چیزی را ترک کردم، اگر با اون دو چیز عمل کنید هرگز گمراه نمیشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: اون یکم کتاب الله و سنتی، یکم کتاب است، این قرآن عظیم شان. هر کسی با قرآن من چنگ بزند و با سنت من پیروی کند هیچ وقت گمراه نمیشد. خوش به حال کسی که پیرو قرآن است، اندکی هم باشد از قرآن برای خود در زندگیش میگیرد. انشاءالله هر کسی که به قرآن عمل کرد دنیا و آخرت خود را آباد میکند. خدا همه ما و شما را هدایت کند. قرآن جانم فدای قرآن، این گوهری جوانی باشم برای قرآن، این گوهری جوانی